سلام خدمت همه مردم ایران. بازم اومدم با یه حکایت دیگه خدمتتون. میگن یه روزی شاه عباس و شیخ بهایی داشتن با هم دیگه بحث میکردن که اصالت مهمتره یا تربیت خانوادگی. شاه عباس میگفته تربیت خانوادگی مهمتره، شیخ بهایی هم میگفته اصالت مهمتره. خلاصه شاه عباس یه روز شیخ بهایی رو دعوت میکنه خونهشون برای شام. شیخ بهایی میره خونه شاه عباس که شام بخورن، نگاه میکنه میبینه شاه عباس 2 وشکن زد و 4 گربه شم به دست اومدن بغل میز نشستن وایسادن. خلاصه شاه عباس برمیگرده میگه که شیخ بهایی تربیت رو نگاه میکنی؟ کیف کردی؟ شیخ بهایی برمیگرده میگه که یعنی اگر من فردا شبم بیام اینجا همین قضیه است؟ این گربه ها همینجوری میان اینجا وای میستن؟ میگه آره. شما 100 شب دیگه هم بیای، 1000 شب دیگه هم بیای، همین قضیه است. میگه باشه، مسئله ای نیستش، من فردا شب دوباره شام میام پیش شما. فردا شب میشه، شیخ بهایی میره و داشته میرفته با خودش یه کیسه هم میبره. خلاصه موقع شام که میشه، شاه عباس دوباره وشکن میزنه و نگاه میکنه میبینه که شیخ بهایی 4 گربه شم به دست اومدن بغل میز وایسادن. از جایی هم که شیخ بهایی یه ذره شیطون بوده، در کیسه رو باز میکنه و 4 موش ول میکنه زیر میز. گربه ها که موشا رو میبینن شمع رو میندازن و میدوئن دنبال موشا. شیخ بهایی میزنه رو شونه شاه عباس و برمیگرده میگه که شاه عباس، تو شاید بتونی گربه ها رو تربیتشون بکنی، ولی اصالت گربه موشگیریه، هیچ موقع نمیتونی اصالتشون رو تغییر بدی. میگن نه شیر شتر ماس میشه، نه چوب کج صاف میشه، نه ذات خراب درست میشه. عزت زیاد.